سلام، بنده سعید هستم. اولش بنده هر چی دارم اول خدا و بعد دعای خیر پدر مادرم بوده که به اینجا رسیدم. بنده کنار شهر بازی مغازه اجاره کردم برای کسب و کار که دیدم در و دیوار پنجره داخل مغازه یک کفش هایی برخورد میکنه. دقت که کردم فهمیدم این کفش ها از داخل شهر بازی میاد که مال وسیله بازی بود که طرف وقتی میافتاد کفش ها پاش در میرفت و یه راست میافتاد داخل مغازه بنده. بنده اولین کاری کردم 3 تا کارگر گرفتم که کفشا رو بسته بندی کنن و حجم کفشا به قدری زیاد شد که یک کارگاه گرفتم و 50 تا کارگر و یه استکار گرفتم که این کفشا رو قیمت گذاری کنه. مورد داشتیم بعضی کفشا بوده که 5 میلیون قیمتش بوده ولی ما تخفیف میدادیم 4 میلیون و 700 و 50 تا کارگر گرفتیم که این کفشا رو بسته بندی کنن و خوبی کار من این بود که فقط هزینه بسته بندی رو میدادم چون کفش رایگان داخل مغازه من پرتاب میشد. و متاسفانه یک بدبیاری آوردم توی این قضیه، این بود که یه بنده خدای کفشش افتاد مغازه بنده، قضیه رو فهمید اومد دنبال کفشش. ما متاسفانه کفشش رو فروخته بودیم و چون کفشش ارزشمند بود هدیه بود و عصبانی شد و دست من متاسفانه تابون و به کونم گذاشت و دومین کاری کردم مغازه رو از طرف خریدم چون طرف نفهمه و مغازه رو از من نگیره و متاسفانه بعد مدتی قضیه رو خیلی ها فهمیدم و می‌خواستم مغازه رو از من 2 برابر 5 برابر گرانتر بخرم ولی من قبولدار نشدم. بنده با افتخار تا الان تونستم 3 تا مدرسه بسازم، 2 تا مهد کودک بسازم و به افراد نیازمند هر ماه کفش رایگان توزیع کنم.